غوغای خواننده ایرانی در عربستان. اگر کنسرت معین در دبی رو از دست دادی یا دوست داری بدونی اون شب فوق‌العاده دقیقاً چی گذشت، اینجا واسه خلاصه کردم مهمترین لحظات و اتفاقات خاص کنسرت رو. های گایز، به چنل حواشی بی پایان خوش اومدین. امروز میخوام در مورد یکی از محبوب ترین خواننده های ایران که از نسل 60 تا به امروز محبوبیت خاصی داره صحبت کنیم. وقتی اسم معین میاد، ناخودآگاه ذهن خیلی از ما میره به سمت خاطرات تلخ و شیرین گذشته. صدایی که برای چندین نسل از ایرانی‌ها حکم آرامش، دلتنگی و حتی غربت رو داشته. نصرالله معین نجف آبادی مردی با صدای مخملی و متفاوت که از دهه 60 تا به امروز همیشه تو قلب مردم ایران موندگار شده. اما برای ایرانی‌های دور از وطن، کنسرت‌های معین فقط یه اجرای ساده موسیقی نیست. این کنسرت‌ها شبیه یک قرار عاشقانه جمعی هستند، جایی برای مرور خاطرات، برای اشک و لبخند و برای همخوانی آهنگ‌هایی که باشون زندگی کردیم. کنسرت‌های معین همیشه بیشتر از یه اجرا بودن. یه دلیل برای دور هم جمع شدن، برای فرار کوتاه از غربت، برای وصل شدن دوباره به حال و هوای ایران. و کنسرت دبی امسال هم دقیقاً همین حال و هوا رو داشت، اما با کلی اتفاقات جنجالی و باور نکردنی که کمتر کسی انتظارش رو داشت. اگر تا اینجا از اتفاقات خاص این کنسرت لذت بردیم، لایک رو بزنید تا بریم برای اتفاقات دیگه. معین با اجرای آهنگ‌های محبوب مانند نیاز، بیبی گل، پریچه، به من نگو دوست دارم توانست شور و اشتیاق خاصی رو در سالن کنسرت ایجاد کنه. صدای گرم و دلنشین او همراه با نوازندگان حرفه‌ای فضای عاشقانه و فراموش نشدنی را برای حاضران خلق کرد. تماشاگران با شور و اشتیاق فراوان در تمام طول کنسرت با معین همخوانی می‌کردند و لحظات پر از احساس و خاطره را رقم زدند. این همدلی و همراهی نشان دهنده محبوبیت بی‌نظیر معین در میان ایرانیان خارج از کشور بود. این اتفاقات جالب کنسرت معین در دبی را به یکی از بۀاد ماندنی‌ترین رویدادهای موسیقی برای ایرانیان تبدیل کرد. یکی از چهره‌های برجسته حاضر در این کنسرت، قدرت‌الله ایزدی، معروف به عمو رشید، بازیگر و کمدین محبوب ایرانی بود. تصاویر احساسی او در حین اجرای معین، به ویژه لحظاتی که تحت تاثیر موسیقی قرار گرفته بود، در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت و توجه کاربران را جلب کرد. این بود خلاصه از اون شب جادویی. اگر اونجا بودی حتما برام کامنت بذار و بگو کجای کنسرت برات خاص‌تر بود. و اگر هم نبودی، امیدوارم ویدیوهای ما تونسته باشه یه کوچولو حال و هوای اون شب رو بهت منتقل کنه. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد، پیشنهاد میکنم که ویدیوی بعدی منو از دست ندید.